ده نفر از فعالان و تنفروشان فعلی و سابق با تظاهرات در کیف خواستند جزا برای تنفروشی را در اوکراین از بین برند و زورآوری نسبت به آنها خاتمه یابد. تظاهرات با تشبث سازمان‌های غیرحکومتی لگالایف و اتحادیه صحتی عامه برگزار شد. تظاهرگران سیمای خود را با کاغذ سفید پوشانده بودند. در این کاغذها کلمه خشونت و زورآوری نوشته شدند. با گفته یولیا داراخوا رهبری لگالایف، تنفروشان آسیب پذیرترین قشر جامعه اوکراین هستند. ما را محافظت نمی کنند. حکومت مشکلات ما را نادیده می گیرد. ما را نظر به دیگران بیشتر اذیت می کنند چون که ما به مقامات حفظی حقوق مراجعت کردن نمی توانیم. ما بیرون از قانون هستیم. با گفته فعالان در اوکراین بیشتر از 80,000 نفر به تنفروشی مشغولند. در پایان تظاهرات یک نفر در لباس پلیس نقاب تظاهرگران را گرفت. رمز این عمل دعوت برای لغو جزا برای تنفروشان است که در اوکراین برای این کار جریمه می شوند.